سلام دوستان، اینجا میکروسکوپ دیجیتال 2000X شرکت تاملوف مدل DM501S داریم برای استفاده توی صنعت الکترونیک، بزرگنمایی برده و قطعات الکترونیک. خود میکروسکوپ این قسمت LCD 7 اینچ، باتری داخلی، فلکسیبل، نور یک پارچه، خروجی مینی HDMI، USB تایپ C و میکرو SD. این قسمت این ریموت داره، میکرو SD 64 گیگابایتی. این بیس با نور قابل تنظیم برای تابش نور به نمونمون، کابل های مینی HDMI به HDMI و USB تایپ C، ماونت برای اتصال میکروسکوپ به آرمش، این پد سیلیکونی مغناطیسی و آرم خیلی با کیفیت و محکم که به میز بسته میشه و میتونیم میکروسکوپ رو به اون متصل بکنیم، و این نورهای قابل تنظیم که برای تابوندن نور به قطعه‌ای هستش که میخوایم با میکروسکوپ ببینیم، بریم وصلش کنیم ببینیم که چطوره و چطور